تو دنیای امروز خیلیا فکر میکنن برای راه اندازی یک کسب و کار یا شروع به پول درآوردن باید اول سرمایه داشته باشن، اما حقیقت اینه که با یه گوشی ساده و دسترسی به اینترنت میتونی کسب درآمد رو از همین الان شروع کنی. توی این ویدیو میخوایم سراغ 10 تا از ایده های واقعی و امتحان شده که برای شروعشون هیچ سرمایه‌ای لازم نداری، فقط انگیزه و تلاش و کمی خلاقیت. شماره 1، فریلنسری آزادکاری. اگر مهارتی مثل طراحی گرافیک، برنامه نویسی، تدوین، ترجمه یا حتی تولید محتوا بلدی، میتونی همین امروز وارد بازار فریلنسری بشی. سایت هایی مثل پونیشا، انجام میدم یا حتی فیور پر از پروژه‌ای هستن که افراد فقط دنبال یه آدم ماهرن، بدون نیاز به دفتر کار، بدون سرمایه اولیه، فقط با یه لپتاپ یا گوشی و اینترنت. شماره 2، تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی. الان دیگه هر کسی با یه گوشی میتونه تولید محتوا کنه، از آموزش آشپزی و نقاشی گرفته تا تحلیل فوتبال یا حتی ولاگ‌های روزمره. اگر موضوعی بلدی یا شخصیت جذابی داری، میتونی محتوا بسازی و مخاطب جذب کنی. وقتی مخاطب داشته باشی، درآمد از تبلیغات، اسپانسر یا فروش محصولات خودش میاد سراغت. شماره 3، همکاری در فروش. اگر توانایی قانع کردن دیگران رو داری، میتونی بدون داشتن محصول از فروش محصولات دیگران پول در بیاری. فقط کافیه لینک همکاری در فروش بگیری و اون رو در پیج، وبلاگ یا کانالت معرفی کنی. هر خرید از لینک تو مساوی با درآمد برای تو. این مدل درآمد حتی در خواب هم برات پول سازی میکنه. شماره 4، ادمین شبکه‌های اجتماعی. خیلی از برندها و پیج‌های اینستاگرامی وقت ندارن خودشون محتوا تولید کنن یا جواب دایرکت ها رو بدن. تو میتونی به عنوان ادمین این پیج‌ها رو مدیریت کنی و درآمد ثابت ماهیانه داشته باشی. فقط کافیه به ابزارهایی مثل کنوا، کپکات یا اینسایت ها مسلط باشی. شماره 5، تدریس آنلاین یا مشاوره. اگه چیزی بلدی که بقیه دنبالش هستن، چرا آموزش نمیدی؟ حتی اگه مدرس نیستی ولی زبان، نرم افزار، بورس یا هر مراحتی بلدی، میتونی با واتساپ، اسکایپ یا سایتایی مثل فرانچ یا اسکای روم کلاس برگزار کنی. الان بیشتر از هر زمانی مردم دنبال یادگیری آنلاین هستن. شماره 6، پادکست سازی. پادکست ساختن برخلاف تصور عموم نیاز به استودیو و تجهیزات گرون نداره. با یه گوشی و یه جای ساکت میتونی صدات رو ضبط کنی و روی موضوعاتی مثل روانشناسی، داستان، تاریخ، موسیقی یا تجربه‌های شخصی حرف بزنی. با جذب شنونده اسپانسر خودش میاد. شماره 7، کپی رایتینگ، نوشتن متن تبلیغاتی. یکی از پرتقاضاترین مهارت‌های دیجیتال تو دنیای امروز کپی رایتینگه، یعنی توانایی نوشتن متن‌هایی که دیگران رو ترغیب به خرید یا اقدام کنه. اگر قدرت نوشتار خوبی داری و میتونی با کلمات بازی کنی، برندها دنبال تو هستن. این مهارت میتونه از خونه برات درآمد عالی بسازه. شماره 8، فروش فایل‌های دیجیتال. میتونی یه فایل مفید تولید کنی، مثلا قالب پاورپوینت، جزوه آموزشی، اکسل حسابداری یا حتی فونت. بعد توی سایت‌هایی مثل ژاکت، فروش فایل، فونت ایران یا گرافیک ریور بذاری برای فروش. این مدل درآمد فقط یک بار تولید میخواد و بعدش به صورت غیر فعال پول در میاره. شماره 9، واسطه گری، دلالی آنلاین. لازم نیست خودت چیزی بفروشی، میتونی آدم‌ها رو به هم وصل کنی، مثلا بین یه فروشنده خودرو و یه خریدار یا کسی که دنبال خانه است با یه مشاور املاک. از طریق تلگرام، دیوار یا اینستاگرام این کارها خیلی راحت شده. فقط کافیه خوب شبکه سازی کنی و قابل اعتماد باشی. شماره 10، نوشتن کتاب الکترونیکی، ای بوک. اگر تجربه یا دانش خاصی داری، میتونی دربارش بنویسی و یک کتاب الکترونیکی منتشر کنی. موضوعش میتونه آموزشی، روانشناسی، داستان یا حتی خاطرات شخصی باشه. بعد اون رو توی پلتفرم‌هایی مثل تاقچه، فیدیبو یا کتابراه برای فروش بذاری. لازم نیست همیشه پول داشته باشی تا پول بسازی. دنیای امروز پر از فرصت‌هاییه که فقط کافیه شروعشون کنی. اگر دنبال راهی برای درآمدزایی بدون سرمایه‌ای، یکی از این 10 تا ایده رو انتخاب کن و جدی دنبالش برو. یادت نره که تلاش تو بزرگترین سرمایه